به نام خدا. در این قسمت میخوام یک کد بسیار ساده بنویسیم ولی بسیار مهم و کاربردی که شما در تایم بازار اگه از این کد استفاده کنید میتونید سهم‌هایی رو پیدا کنید و لحاظ تکنیکال بررسی کنید که گزینه‌های خوبی هستن برای خرید. خب شما طبق معمول همانند قسمت قبل 2 صفحه از سایت TSETMC تو مرورگر باز میکنید. الان سایت TSETMC هم ارور داد. خب درست. پس 2 صفحه باز میکنید و در صفحه اول وارد دیدبان بازار میشید. خب این گزینه فیلتر رو کلیک میکنید، فیلتر جدید رو میزنید، اینجا اضافه میشه فیلتر شماره 2. اینجا نام فیلتر رو میتونید تغییر بدید، حالا ما همین اسم میذاریم باشه. اینجا کادری هست که میتونیم کد بنویسیم. خب وارد اون صفحه دیگه در مرورگر میشیم، همین سایت TSETMC، بازم وارد دیدبان بازار و اینجا علامت سوال که مینویسه راهنما. و امروز با 2 قسمت کار داریم، یکی فیلدهای ساده، یکی آمارهای کلیدی در فیلتر. خب وارد فیلدهای ساده میشیم، حجم معاملات و کدش رو کپی میکنیم، وارد صفحه اول میشیم، اینجا جایگذار فیس میکنیم، حجم معاملات بیشتر از. خب وارد صفحه آمارهای کلیدی میشیم. خب اینجا آمارهای کلیدی نگاه، آمارهای کلیدی خب یک کدی هست به نام میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته. میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته. این کد رو کپی میکنیم و قرار میدیم اینجا. الان پس چی نوشتیم؟ یک کد کاملا ساده ولی خیلی کاربردی. شد حجم معاملات بیشتر از حجم معاملات، میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته. شما اعتبار سنجی رو میتونید بزنید، خطایی در کد مشاهده نشد، ثبت رو بزنید و ببینید خیلی سهم‌ها خلاصه شد. خب حالا واسه اینکه کد رو جذاب ترش کنیم و سهم‌ها رو خلاصه تر کنه میتونیم یه تغییری بدیم، بزنیم حجم معاملات بیشتر از، طور مثال 5 برابر میانگین 3 ماه گذشته. 5 ضربه دارم که 3 تا رسم میشه. پس حجم معاملات بیشتر از 5 برابر میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته. میبینید که چقدر خلاصه شد، تقریبا 10 تا سهم شد و اکثرا هم توجه کنید مثبت هست. و حالا میشه اینا رو بررسی کرد لحاظ تکنیکال و شرایط دیگه و اگه گزینه خوبی بودن ورود کرد به این سهام. الان نگاه کنید حجم میانگین حجم ماه 1 میلیون خورده است، حجم معاملات امروز روز آخر کاری 9 میلیون خورده بوده. پس این فیلتر یک فیلتر
ساده و بسیار کاربردی. با همین یک فیلتر شما میتونید در روزهای کاری بورس سودای خوبی بگیرید و سهم‌های خوبی رو انتخاب کنید و ببینید ورود پول به کدام سهم‌ها است. حتی در بازار منفی هم میشه سود گرفت. امیدوارم این آموزش براتون مفید باشه و حتما کامنت و لایک فراموش نکنید. برامون کامنت کنید به چه آموزش های بیشتر نیاز دارید. انشالله از قسمت های بعد آموزش های تکنیکال هم به صورت ساده شروع میکنیم و پله پله پیشرفتش خواهیم کرد. خدا نگهدار شما.